روند توزیع گندم و کمک‌های نقدی برای مهاجرین بازگشته به کشور بر اساس هدایت عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در ولایت بغلان از سوی مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی افغانستان رسما آغاز گردید. وزیر زراعت افغانستان که به هدف نظارت مستقیم و آغاز عملی این برنامه به ولایت بغلان سفر کرده است، هنگام افتتاح این برنامه در سیلوی شهر پلخمری چنین گفت: ملت عزیز ما که سالها سال مهاجر بودند در ملک‌های بیگانه، امروز الحمدلله با صحت و سلامت و عافیت بعد از سالها به ملک و به جای و جایداد و به خانه کاشانه آبای اجدادیشان برگشتند. قدمهایشان از سنات خوش آمدید. آغوش این ملت قهرمان و مسلمان افغانستان برایتان واز است و آغوش امارت اسلامی برایتان واز است و آغوش رهبری امارت اسلامی افغانستان برایتان واز است و در جمع یکی از دسیسه های بوج و فشارهای سال غرب، شرق و غرب بر بالای ملت مظلوم ما و شما که صدها هزارها قسم دسیسه ها صورت گرفته و قسم اشغال ها، تجاوز ها بر بالای ملت مظلوم ما و شما صورت گرفته، یکی از اونها ای است که ملت عزیز ما را از دست مشکلات و جنگ و جدل و اشغال و تجاوزی که مجبور شده بودن خانه هایشان ترک کرده در ملک های بیگانه ها پناه ببرد، اونجا چند روز زندگی خود پیش ببرند. بسیار با همه سختی و تکالیف و مشکلات اونجا 4 روز زندگی کردند. البته در همون سختی و مشکلات هم عزت و آبروی و حیثیت خود را حفاظت کردند. 4 تیره و ریلی چلاندند و مزدوری و خادمی و بیل کلنگ زدن. بالاخره اونمونجا عزت و آبروی حیثیت خود نگاه کرده 4 روز زندگی کردن. اونمون ملکایی که میزبان ملت عزیز ما بودن، در قبال خدماتشان تشکری میکنیم که چند روز میزبان ملت عزیز ما بودین. البته وقت برگشتن به این شکل و به این ترتیب اصلا مناسب یک میزبان، مناسب در چوکات دین شریعت و مناسبی که امروز هم ازش گپ میزند حقوق بشر نبود. رهبری امارت اسلامی افغانستان آمده و مصمم بودند که با امرای اونمون ملک های میزبان گپ بزند به خاطر نقل انتقال عودت کننده های من از امون خانه هایشان ترتیب جور کنند. در هر ملکی که هستند، چه در پاکستان و چه در ایران، از خانه هایشان طریقه نقل انتقال و ترانسپورت برابر بکنند تا به خانه ایشان، از خانه مهاجری به خانه آبای اجدادیشان. متاسفانه این طریقه، این افهام و تفهیم در نظر گرفته نشد. به شکل یک ابزار و بوج فشار استفاده ازش شد. مهاجرین افغانی عزیز ما که در ملک های همسایه ها سالها جاگزین بودند، با صد تکلیف و مشکلات به خود یک خانه و کاشانه ساخته بودند یا اجناس وسایط خانه و فامیلی که داشتن همه را گذاشتن و بسیار به تکلیف خود کشیدن. آمدین، خوش آمدین. این ملک و وطن شماست، ملک و وطن بابا و اجدادتان است. رزق از طرف الله پاک است. روزی که رفتین در ملک جنگ بود و جدل بود و بمباردمان بود. امروزی که آمدین امن است و سکون است و قرار. ملت مسلمان عزیز در استقبال شما هست.
امارت اسلامی در استقبال شما هست. این بسته کمکی هم که برایتان تقدیم می گردد از طرف خاص رهبری شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا هبت الله آخوندزاده صاحب امیر المؤمنین حفظه الله تعالی تقدیم می گردد. ما چند روز پیش به رهبری عبدالسلام حنفی صاحب معاونیت اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان که رئیس عالی شورای مهاجرین است، رئیس عالی کمیسیون مهاجرین است، با همراه اونا به ملاقات امیر المؤمنین حفظه الله تعالی رفته بودیم. اونجا خیلی گزارش ها و پرسش ها و در ارتباط عودت مهاجرین صورت گرفت، در ارتباط نقل انتقالشان، در ارتباط شهرک هایشان، در ارتباط خانه و کاشانه و همکاری ها و همه بخش ها. و از طرف خود عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی زمستان است، مواد خوراکی که ضرورت است این بسته ها هم صادر شد، تعیین شد تا که در خدمت شما بزرگوارا برسانیم. وزیر زراعت افغانستان همچنان افزود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در چارچوب این مسئولیت از ذخایر موجود خود گندم خوراکی و کمک‌های نقدی را برای خانواده‌های نیازمند توزیع می‌نماید و این کمک‌ها محدود به یک ولایت نبوده بلکه در سایر ولایت افغانستان نیز ادامه خواهد یافت. در این برنامه مولوی عبدالرحمن حقانی والی ولایت بغلان نیز صحبت نموده ضمن استقبال از سفر وزیر زراعت و هیئت همراهشان آغاز این روند را گام مهم در حمایت از مهاجرین بازگشته به کشور دانست و ضرورت هماهنگی بیشتر میان ادارات اماراتی برای شناسایی دقیق نیازمندان و توزیع شفاف کمک‌ها تاکید کرد. در همین حال مولوی مصباح الدین مستعین رئیس توسعه غلجات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از تطبیق هدایت رهبری امارت اسلامی افغانستان در راستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین سخن گفت. با گفته مسئولان با افتتاح این روند در ولایت بغلان برای 2200 مهاجر بازگشته هر یک 5 بوری گندم و مقدار 5000 افغانی کمک برای هر عودت کننده توزیع خواهد شد. این در حالی است که عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی پیش از این طی دیدار با رهبری کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین هدایت داده بود تا از ذخایر وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای خانواده‌های اخراج شده اجباری گندم خوراکی و کمک‌های نقدی توزیع گردد، روندی که اکنون وارد مرحله عملی تطبیق شده است.